من یه کارگاه جنایی هم. سال هاست که شب هم شبیه همن. نور نئون، بوی بارون روی آسفالت و جسد هایی که دیگه چیزی برای گفتن ندارن. اما این پرونده فرق داشت. نه به خاطر تعداد قتلها، نه به خاطر خشونتشون، به خاطر اینکه هیچ کدومشون خونی در بدن نداشتن. اولین جسد توی شیکاگو پیدا شد. مردی حدوداً 40 ساله روی تخت خودش با چشم‌های باز، انگار منتظر کسی بوده. پزشک قانونی گفته بود هیچ نشونه‌ای از درگیری نیست. هیچ زخم عمیقی دیده نمیشه. فقط یه زخم عجیب توی بافت بدن. 2 هفته بعد لس آنجلس، همون سن، همون حالت، همون آرامش غیر طبیعی. و بعد نیویورک. 3 شهر، 3 قتل، 1 الگو، همه بعد از نیمه شب، همه بدون خون. شبها دیر به خونه برمیگشتم. اوا همیشه بیدار بود. اون اهل انگلستان بود. چای داغ درست میکرد. مینشست مقابلم و فقط نگاه میکرد. یه جور نگاه که انگار چیزی رو میخونه که خودت ازش خبر نداری. یه شب بهم گفت تو هر روز یکم خالی تر برمیگردی. خندیدم. گفتم آخه شغلمه. ولی اون شب برای اولین بار وقتی خوابیدم حس کردم قلبم تندتر از همیشه میزنه. انگار که میترسم، اما نمیدونستم از چی دارم میترسم. هرچی جلوتر میرفتم پرونده ها کثیف‌تر میشد. دوربین ها از کار افتاده بودن. شاهدها فقط یه چیز میگفتن. یه زن با چشمایی که توی تاریکی برق میزد. نقشه رو که نگاه کردم یه چیزی توی شکمم پیچ خورد. محل قتل ها به طرز عجیبی نزدیک جاهایی بود که اوا توی همون شبها رفته بود. کافه ها، گالری ها، قرارهای دیرهنگام. اسمشو ننوشتم. پاکش کردم. بعضی چیزا رو آدم نمیخواد بدونه. اون شب تظاهر کردم که خوابم. ساعت 2:47 بود. تخت تکون خورد. اوا بلند شد. وقتی از کنارم رد شد دستم خورد به مچش. درد بود. نه سرد مثل هوا. سرد عین سنگ. سرد عین یخ. دنبالش رفتم تا یه خونه متروکه. چراغ‌ها خاموش بودن. پنجره‌ها شکسته. داخل اونجا یه مرد روی زمین افتاده بود. نیمه جان. و اوای عزیز من بالای سرش ایستاده بود. برگشت سمتم. چشماش یه برق عجیبی میزنن. غیر انسانی. بهم گفت من قاتل نیستم. من فقط اونایی رو انتخاب میکنم که خودشون دیگه نمیخوان ادامه بدن. اسلحه‌ام رو بالا آوردم. دستام میلرزید. همه سالهای پلیس بودنم، همه قانونها همونجا گیر کرده بودن. بین ماشه و نگاه اون. اوا جلو اومد. آروم. خیلی آروم گفت تو از همشون خالی تری، برای همین دنبالم اومدی. دستم رو گرفت. ضربان قلبم کند شد و بعد ایستاد. آخرین چیزی که حس کردم آرامش بود. پرونده ها بسته شدن. قاتل هیچ وقت پیدا نشد. من از اداره استعفا دادم. گفتن طرف فرسوده شده. حق با اونها بود. حالا شبها من و اوا با هم بیرون میریم. اون آدم ها رو انتخاب میکنه و من پرونده هاشون رو میبندم. دوستان عزیز، لطفاً اگه از این سبک ویدیوها خوشتون اومده بنده رو لایک بدونین و چنلم رو ساب، ویدیوهام رو لایک و زنگوله رو روی آل بذارید که هر هفته با یه ویدیو جدید در خدمتتون